خب سلام دوستان، همگی به کانالم خوش اومدین. بریم واسه آموزش نصب ورد 2016 و علاوه اکتیو کردن و کرک کردنش. خب بریم سراغ سری آموزش. اولین کاری که میکنیم مرورگرمون رو باز میکنیم، سرچ میزنیم دانلود ورد 2016. از یاس دی ال میتونید دانلود کنید، از صاف 98 میتونید دانلود کنید. اینم صاف 98 کوچیکش کنیم. صاف 98 میایم پایین ورد 2016 و همین که زده با البته این یاس دی اله یا نسخه 32 بیت یا 64 بیتش رو دانلود میکنید. اگر نمیدونید سیستمتون 32 بیت یا 64 بیته، خیلی راحته. میایید کنترل ویندوز، دکمه ویندوز آ را نگه میداریم، اینجا میزنیم DXDIAG، اینتر میزنیم، یس میزنیم، چند لحظه صبر میکنیم تا سفر ما نمایش بده. خب اینجا ببینید نوشته سیستم ویندوز 10 پرو 64 بیت، پس بنابراین اینجا راحت میتونید ببینید که 64 بیت یا 32 بیت. ما روی 32 بیت دانلود میکنیم، چون من خودم دانلود دارم دیگه دانلود نمیکنم. اینو دانلود کنید و بریم سراغ نصب. خب یه همچین فایلی به شما میده روی ورد 2016 که ستاپچه کلیک راست میکنید، رو ادمنستریتور رو میزنید، اجازه میدیم که رام بشه، دکمه نکست. بعد اینجا از ما سوال میکنه مایکروسافت 2016 رو نصب کنم یا اکتیوش کنم. ما میگیم نه، فعلا نصبش رو انجام بده. روی نصب میزنیم، اجازه میدیم که مراحل نصب رو به اتمام. خب اینجا از ما سوال میکنه که کاستماایز نصب کنم. کاستماایز یعنی اینکه خودتون محل نصب ایناش انتخاب بکنید. حالا ما رو کاستوم میریم که متوجه بشید که به چه شکله، و یعنی گزینه اول که راحت بود. خب این قسمت میتونید محل فایلی که سیو میکنه رو و محل نصبش رو اینجا اوکی کنید که ما محل نصبش همین میخواد دویسی باشه و زبانش هم که لنگویج میذاریم که نصب کنه. خب مراحل نصب به اتمام رسید. آفیس کلوز میزنیم. خب به ما برمیگرده که میگه ست سرچ نه نمیخوایم. دفتر. خب حالا ما الان اینجا ورد داریم و اینجا اگه سرچ بزنیم ورد 2016 برام میاره. به خاطر اینکه بیاریمش توی صفحه دسکتاپ یه بار کلیک راست میکنیم، اوپن فایل لوکیشن رو میزنیم، اینجا دوباره اوپن فایل لوکیشن رو میزنیم. خب ظاهرا از اینجا نمیاره، میایم داخل دیس پی سی، نویسی پروفایل مایکروسافت آفیس 2016 اینجا باید باشه. ورد وین ورد. خب این هم ورد ولی اکتیو نیست. حالا باید اکتیوش کنیم. ما اینو یه بار روش کلیک راست میکنیم به خاطر اینکه بیاد توی دسکتاپ. سنتور رو میزنیم، دسکتاپ یه دونه شورتکات واسمون بسازه. حالا این سری دوباره همین فایل نصب رو دوباره ران میکنیم. برای اکتیو کردنش باید اکتیو بشه. یا قبل از اینکه رانش کنیم میایم حتما آنتی ویروس رو غیر فعال میکنیم. اینجا ویندوز سکیوریتی، ویروس، منیج ستینگ،
ریل تایم و ریل تایم پروداکشن رو غیر فعال میکنیم. دبدر میزنیم، حالا رانش میکنیم. این سری دیگه به جای نصب میگیم اکتیو کنه. به اکتیو میزنیم. هلوز فایلی که بهمون دادن ران میکنیم. رو اکتیو میزنیم. اکتیو آفیس. گزینه نو رو میزنیم. خب به سادگی اکتیو شد. الان ما اینو میبندیم، همه رو پیجا رو میبندیم، دیگه کاری نداریم. ورد رو یک بار اجرا میکنیم. خب به همین سادگی ورد 2016 اکتیو شد. میبینید که همه فایل ها رو آورد. روی فایل جدید میزنیم و میتونیم از ورد 2016 استفاده کنیم و کاملا اکتیوه. نظرات و کامنت خودتون رو بذارین. اگر از ویدیو خوشتون اومد کارآمد بود لایک بکنید حتما و نظراتتون رو بذارید که همه رو حتما میخونم و جواب میدم. مرسی که با من بودین. فعلا خدا نگهدار.